مثال 16 عدد مثبت بوتون داده شده است. درستی گفتاری عددی داده شده عدد جفت دو رقم است سنجیده شود. مثال ما آغاز میکنیم. مثال 16 ای بولیان برای اسم شوی کور در عدد ایجا میگیریم. شرط مثال علاقه شما میدونیم. برای همین ما یک بار کار کردن میگذاریم. تشکیلاتون و تعریف می‌داریم. همین کلام یا برابری کلام یا برابری در همین حالت و ایجاد ما یک امکانیت دیگر را اجرا میکنیم و ایجاد ب بگیریم و مقدارش ب برابری. خب ما با طریق مود ایجاد از یک مثال کار میکنیم. اینجا باید قیمت هم بمونیم. قیمت نشان مود در مود باشه ما میگیریم دو. خب در همین حالت ما در داخل if یا if دیگر میگیریم. if بی ما برابر نال است آنگاه تکستی شده جواب میبریم. در کار نیست. تکستی دیده جواب ما درست. آنها میشم که در کار نباشم میشم کنترل کاتی جدا میمونیم نادرست. اگر رفت و ایش and if میشود وجود and if میشم نادرست. میشم تکستی دارم کتاب میکنم. میشم تکستی دارم مقصد اگر عددی را وارد کرده شما ای 10 کلام باشه و ای 99 خرد باشه بعدا همراه میگیریم با دو تقسیم میکنیم و if قطعی میسنجیم. اگر بخشدار بگروید ایجاد علاقه نادرست نشون میده. اگر که به بخشیده باشه یعنی به نام برابر باشه درست یعنی اینکه جفته. اگر که ای همیو کلام باشه ای 10 خرد باشه یا ای 99 کلام باشه ایشتن بوده میگه که نادرست. مثال 17 عدد مثبت بوتون داده شده است. درستی گفتاری عدد داده شده عدد سه رقم است سنجیده شود. ای مثالی پیشینه استفاده میبریم. خب در مثال پیشینه ایجاد استیمال که لیشنیه مدای در کار نیست. ایجاد منفل اس لیشنیه حضیرش در کار نیست. ایجاد همه فقط عدد سه رقمه توپ بفرسته ما سنجیش کمتر تغییر میتیم یعنی ایجاد 100 میمونیم ایجادش روشن 999 و با هم تقسیم میکنیم فقط اینجا در چکل که 0 مونده بودیم برای توقع افتان ما اینجا با یک برابر میکنیم خودش جوابش میبریم. اگر با یک برابر که شود جوابش بقیهش خب اینمی خودش معلوم میشود. این بود حلی مثالی 17 انا که میگذاریم با مثالی نوبتی. مثال 18 درستی گفتاری در بین سه عددهای بوتونی داده شده اقلاً یک جفتی عددهای با هم برابر موجود است. خب بچه‌ها مثال 18 ما میبینیم علاقه شرط مثال دیدیم. درجه چی گفته که همون را امکانیت پیشنره یعنی نویسندگی پیشنره ما کپیا کرده درجه میمونم. یک شما را مسئولیت نمیتونم شما با نویسندگی دونکی آسان کنید شما.
وقتی که ایران مونده ما یک اس دیگه ایلوه میکنیم بعدا خب وارد کننده همون هم ایلوه میکنیم سه تا برای که علاقه ما سه عدد داریم ا ب اس اینجا تکست همون هم میگیریم بسیار تا دو سه را ایلوه میکنیم تکستی دو بعدا تکستی سه شرط امسال چقدر که گفته است بود از همین ها باید چکار شوم یعنی یکی عدد همین ها با یکدیگر باید برابر باشن اگر که همینطوری عدد ما یافته بتونیم کاری ما بهتر میشه برای یکدیگر برابر شدن ما می نویسیم ا ب ا برابر ب زیادی را دلیل میکنیم حالا ما میتونیم سه ایف قطعی سه بار else ایف قطعی بنویسیم نه که یک بار میتونیم با همشه بنویسیم با طریق اور دا میگیریم و ا برابر s ما میتونیم که اور قطعی بنویسیم اور ب برابر s الان اگر یک تای همین یا با یکدیگرش برابر باشه جواب ما الکی معلوم میشه درست زیادی ها نویسندگی همون هم میگیریم اگر که در همین جمع رو برو شدیم بوشم میشه نادرست با یک سنجش ما میتونیم هر سه را انیکش کنیم بگذاریم و مثالی نوبتی مثال 19 درستی گفتاری در بین سه عددهای بوتین دو داشته اقلا یک جفت عددهای با هم مقابل موجود است مثال 19 هم قریب که به مانند هموای فقط شرط اینجا کمتر تغییر میاد چقدر که علاقه در شرط دیدیم را چکار کنیم یکی عددها به مینوسای اما عدد خودش برابر باشه برای همین ما همون مثال آخرچه میگیریم فقط چکار میکنیم ضرب مینوسی یکش میمونیم وقتی که ما علامت در ضرب مینوس یک موندیم همون با مینوسای خودش برابر میشه انا میکره قطعی دیگرش هم اجرا میکنیم اگر ما بوده یا ای بین همین ها یگان تاش با مینوسای خودش برابر شود آفرین درست میشه بعد انا ایشتم همین کار اسم آدم انا کپیا کردم برای کار با تست شدن نکی چیدکی یا زنا خطا داده است این دیر برای چی در ذهن خطاگی اعلام کرده است اینجا سنجیدن در کار ایف در ذهن خطاگی دیده است ما اینجا در یک نخ نکنه نپخیدیم یکتاش اینجا در باید نخ دیگر نپخیدیم دوتاش اینجاش در باید نخ دیگر نپخیدیم این سه تاش انا خطاگی همون اصلاح شد یه بود مثالی نزده مثال 20 عدد سه رقم دو داشته است درستی گفتاری همه رقم های عدد دو داشته گوناگون است سنجیده شود مثال 20 در میایم برای حل مثال 20 ما از همین مثال پیشتر استفاده میبریم یکی ایجاد کمتر با فرقیت دیگر ما یک داخل کننده داریم یک داخل کننده ای سه رقم است اینجا فراموش نمیکنیم لیکن همین سه رقم همون با مجبوریم که تقسیم کنیم بسنجیم که اما با یکدیگرش مطابقت میگیریم یا اینکه نه برای هیچ کار میکنیم ما با همون بیره میگیریم اسم میگیریم و میگذاریم دیده خاطر دارده است حسابی که جدا مالکت دین نداریم ورگو ده با یک دیگه یه بگیریم پذیرش نه ما یه در و بالا داریم برای همسا با جای یه اگرنه بیاین A, B, C, D, E, F میگیریم
خب اسا نویسانیم با یک تای دیگه د میگیریم، بعد د با یک تای دیگه افی اخرانمون میگیریم. درجه چیکار میکنیم؟ ما درجه یکم عدد سه رقم را میگیریم و رقم یکمش رو میبینیم که در رقم یکمش چند است. الکی چقدر که فهمیدیم خودتون ما آرا میگیریم با مود تقسیمش میکنیم با طریق مود با صد. وقتی که با طریق مود با صد تقسیمش کردیم رقم یکمش جدا میشود، به داد تعلق میگرده. خب بعدم ما در اس الکی ما همین این کاری که کردیم همین تکرارش میکنیم. کاری کردگیمونو کنترل و اینجاش کمتر حتیگی دریجهش کردیم. یکمگیش را بین با فیکس بیاد تقسیم میکنیم برای که رقم یکم بیومیم. ای خیلی ما یفته نمیتونیم فیکس تقسیمی 100 میخوایم میکنیم رقم یکمش معلوم میشه، ماد قطعی در رقم اخراش یعنی بقیه را میگیریم و بقیه را با چکار میکنیم؟ با طریق فیکس با تقسیم میکنیم، یعنی در رقم شد الکی دریجه. وقتی که در رقم شد این کپیا کردم و دریجه مونم برای آسان شوی کارم یا نولا خطش میزنیم. ای در رقم یکم رقم شد با میگیریم. مثال 123 باشه اینجا دا یکش میوید. وقتی ماد قطعی تقسیم کردیم یک میره و 23 میمونه. 23 را در ده گرفته ما در 10 تقسیم کردیم بعد الکی سهش میره و دش میمونه. انا اینجا دا با همون ایسا میگیریم بعد 10 تقسیم میکنیم بعد سهش هم میبرویم. خب ما الکی یک بار استفاده بودگیم داریم دریجه هم میگذاریم، فقط با جای ا ما یک عدد ایسا استفاده میبریم اینجا دا باشه نمیرم. شرط مثال اکا چی گفته است که شرط مثال گفته است هر سه همی با یکدیگرش باید تغییر نگیرن. برای همین ما میسنجیم ای باید تغییر نمیگیرن and با بی ما باشه با اس تغییر نمیگیرن با اس تغییر نمیگیرن. همچنین ما استفاده برده آرام با اس چکشه یا بار میسنجیم برای مبادا شدنش ممکنه که مثال ای ما با ب تغییر نمیگیره و ای ما با اس تغییر میگیره، اما ما ب را با هر دوش سنجیده استیم هر دوش هم ب هم تغییر میسید. برای همین درست گفتنش ممکنه. برای همین نوبرابری را سه کرات هم میسنجیم که تگون خطاگی نشما. اگر ای ما با ب هم تغییر نگیره ب ما با اس هم تغییر نگیره ای ما با اس هم تغییر نگیره در آن حالت درسته و اگر نه نادرسته. فقط اینجا ما باید سه رقم را اینجا دیگه خیلی جدا کردگیم همیه را باید بیویم. یکم ب ما درسته اس ما ای بازی برامگی ای برای که فقط اجرا کننده در اینجا داخل میشه ما د داریم د را در اینجا میمونیم ب را علاقه ما پاجوی اس اف داریم انا که اینجا دا هر دوش حلش میکنیم. اینجاش دا اف هم میمونیم و اینجاش دا با ب تقسیم کرده دیدیم با د تقسیمش میکنیم تمام. د ب د ب اف اف د. انا این خیلی مثالی ما حل میشه سرمانند خانه آباد باشه.